مصطفی جمیلов راهبر سابق مجلس تاتارهای قریم و منعقد سیاست کرملین در رابطه با نیم جزیره تصرف شده روز 11 میلیون مهمان رادیوی آزادی بود. سوال اول رادیوی آزادی با مصطفی جمیلов این بود که آیا در ملاقات با پرزیدنت ولادیمیر پوتین درباره چی صحبت شد؟ Я ему высказывал свою точку зрения, но он повторял свое. Получалось, как будто бы разговор двух глухих. Каждый говорит свое. من نظر خود را با او بیان کردم ولی او باز هم گپ خود را تکرار میکرد مثل که دو گنگ با هم صحبت میکنند. وقتی من گفتم که نیروهای روسیه باید از قلمرو ما بیرون شوند چون حضور آنها نقض مقررات بین المللی است، پوتین گفت که به حل همه مسئله های تاتارهای قریم مساعدت میکند و نمیخواهد که تاتارهای قریم ماجرای برپا کنند و یا خود قربانی دسیسه ها شوند. من هم گفتم که ما منفعتدار پرووکاسیون نیستیم ولی در شرایط اشغالگری این را هیچ کس نه شما و نه ما کنترل کرده نمیتوانیم. پوتین گفت که روسیه در قریم کاری به مراتب بیشتر نظر به مقامات اوکراین در 23 سال اخیر انجام خواهد داد. من گفتم که این کار را باید کنند چون که در حیات روسیه بودیم که ما را دیپورت و ملت را قتل عام کردند و این چیز باید جبران شود. ولی به نظر من این کارها باید با رضایت حکومت اوکراین انجام شود. ولی او پیوسته میگفت که باید منتظر موقع مردم قریم در رای پرسی شد. من گفتم که این اصطلاح درست نیست. اصطلاح درست ساکنان بومی یعنی تاتارهای قریم و مهاجران یعنی مردمان کش داده شده است. من به او گفتم که در رای پرسی شرکت کردن نمیخواهیم و آن را بایکوت میکنیم ولی او گپش را تکرار کردن گرفت که بیایید نظر ساکنان قریم را بعد رای پرسی 16 مارت منتظر شویم. Я ему говорил о том, что такого понятия, как крымский народ, есть, нету. Есть коренной народ, крымские татары, есть переселенцы, другие национальности. روسیه حالا برای دلگرم کردن تاتارهای قریم با مسکو از تاتاریستان استفاده میکند. هنرپیشه ها آماده کنسرت میگذارند. پرزیدنت تاتاریستان چند بار به قریم سفر کرد. تا کجا به فکر شما این سیاست کارساز است؟ Они используют не только Татарстан, но в большей степени Татарстан. Они сейчас, например, Татарстан вроде берет шефство. مسکو نه تنها تاتاریستان را استفاده میکند هرچند نقش آنها خیلی برجسته شده است. تاتاریستان با ناحیه باغچه‌سرای باشقردستان با دیگر ناحیه و سنت پترزبورگ با یلتا کار میکنند. بدون شک مجلس از مکالمه دست نمیکشد. آنها در ملاقات ها موقع خود را دفاع میکنند ولی مقصد آنهایی که به قریم سفر میکنند راضی یا مایل کردن تاتارها به اشغالگری قریم است. حالا باز هم سیاست شوروی را پیش میبرند که تقسیم کردن مردم به تاتارهای خوب و بد است. به بعضی تاتارها وظیفه میدهند که به پوتین نزدیک شوند. آنها تاتارهای خوب میشوند ولی تاتارهای بد هم هستند. ضمناً طبق اطلاع اخیر مجلس هم در تمام قلمرو قریم بسته می شود. در این باره دادستان هم علاقه آگاهی داده است. با احتمال زیاد شما به همان طایفه تاتارهای بد شامل می شوید. شما نمیترسید که با بسته شدن مجلس نظارت را بر همقومانتان از دست میدهید؟ Ну, сейчас же не такие, не советские времена. Есть средства связи, скайпы, телефоны. حالا دوره شوروی نیست. راههای تماس و علاقه اسکایپ و تلفن وجود دارد. ضمناً نشستی آینده مجلس در ولایت خرسون برگزار می شود. با شکل انفرادی باشد هر سر چند وقت نزد من آدمان می آیند. رفعت چوبرов رئیس مجلس تاتارهای قریم نیز 3 روز پیش از سوگند یادکنیش نزدم آمده بود. ما با او پیوسته در تماس هستیم. 3 дня тому назад он был на инаугурации, перед инаугурацией он приезжал, правда, на инаугурацию не попал. Мы все время там контактируем с ним. تشکر.